شیعیان زیدی یکی از فرق شیعه هستند که پیرو زید ابن علی ابن ابی طالب هستند. خودشون رو پیرو ایشان میدانند و میگن که ایشان یکی از امامان بوده. نزدیکترین فرقه به اهل سنت و جماعت شیعیان زیدی هستند. شیعیان زیدی به خلفای راشدین، به صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن و نفرین نمی کنن، به امهات المؤمنین لعن و نفرین نمی کنن و به اونها توهین و اهانت نمی کنن. به خیلی از اعتقاداتی که شیعیان اثناعشری دارن اونا اعتقاد ندارن، مثلا به صیغه، به خمس، به خیلی از مسائلی که به این شکل مطرح هست اکنون در بین شیعیان اثناعشری اونا اعتقاد ندارن. اعتقاد دارن که ابوبکر و عمر دو امام عادل هستن. فقط در قضیه عثمان و علی که میاد میگن که علی برتر از عثمان است. این یکی از اعتقاداتشان هست و خیلی از انحرافات شرکی که در بین شیعیان اثناعشری است، قبر پرستی و نمیدونم زیارت و بارگاه و اینجور چیزا در بین شیعیان زیدی اصلی وجود ندارد. اما آیا امروز شیعیانی که در یمن هستند، جماعت حوثی، انصارالله که به اینا میگن، آیا اینها شیعیان زیدی هستند یا شیعیان اثناعشری هستند؟ دوستان عزیز، بعد از انقلاب منحوس خمینی طبیعتاً همانطوری که در افغانستان، در تاجیکستان، در خیلی از کشورها سپاه پاسداران و حوزه علمیه و اینها رفتن تشیع رافضه‌گری رو در اونجا نشر کردن، یمن هم از این قضیه مستثنا نبود. اینا بردن تعداد زیادی از شیعیان حوثی رو که یکی از رهبران بزرگشون بدرالدین حوثی بود و بعد از اون که فعلا پسرش هست عبدالملک حوثی، اینها رو بردن در ایران و اینها رو شیعه اثناعشری کردن. جماعت حوثی که امروز در یمن هستن اینا شیعه زیدی نیستن. برای تقیه و برای فریب دادن اهل سنت شاید خودشون رو شیعه زیدی معرفی بکنن، اما اینها عقیدهشون عقیده رافضه‌گری است، عقیدهشون عقیده اثناعشری است. اینا رو بردن در ایران شستشوی مغزی دادن و اینها رو تبدیل به شیعه رافضی کردن و در بینشون سب صحابه، توهین و لعن کردن به خلفای راشدین، به امهات المؤمنین هست. البته در داخل گروه حوثی ها هستن از افراد عامشون کسایی که زیدی هستن، همون اعتقادات زیدی رو دارن. حکومت سابقی که در یمن حاکم بود، علی عبدالله صالح و خیلی دیگری از کسانی که فعلا مخالف حوثی ها هستن، اینا شیعیان زیدی هستن، یعنی اعتقادشون همون اعتقاد شیعیان زیدی است و علمای زیادی مانند امام شوکانی مثلا که یکی از ائمه اهل سنت محسوب میشه، ایشان زیدی مذهب بودن و اعتقادات زیدی های اصلی، شیعیان زیدی اصلی با اهل سنت اختلافات خیلی بسیط در بعضی از موارد دارن. اما اینکه آیا حوثی ها شیعیان زیدی هستن؟ نخیر، اینا شیعیان رافضی هستن. اینها رو ایران تربیت کرده، اینا پایگاه داشتن در قم، در مشهد، در تهران و همانطوری که در افغانستان تشیع رو پخش کردن، در تاجیکستان رافضه‌گری رو پخش کردن، در یمن هم پخش کردن. متاسفانه این یکی از اسباب جنگ ها و درگیری ها در یمن شد.